پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان میگوید تاجیکستان بر این نظر است که تشبث یک کمربند یک راه اهمیت بزرگ تاریخی دارد. تشبث برای جمهوری تاجیکستان و دیگر جمهوری‌های کشورهای آسیای مرکزی بسیار با منفعت کشورهای ما نیز هست، قابل قبول است، چون که هدف پیش از همه احیای روحی تاریخی راهی قدیمه ابریشم است. یعنی از آن مکانیزم های کهن برقرار کردن ایده نو است، ولی از نو برقرار کردن آن رشته های کهن قدیمه این راه. تاجیکستان اولین کشوری می باشد که یادداشت همکاری در اجرای تشبث یک کمربند یک راه را امضا کرده استراتژی رشد ملیش را با این طرح هماهنگ می کند. از 25 تا 27 اپریل انجمن یک کمربند یک راه با اشتراک ده‌ها رهبران کشورهای عالم در پکین جریان دارد که در آن تشبثی برابر با 1 تریلیون دلار چین در مسئله ساختمان راههای ماشینگرد و آهن، بندرها و پیوستن انفراستراکچور انرژتیکی چین با اروپا و افریقا و گوشه‌های دیگر آسیا بررسی می شود. پرزیدنت تاجیکستان باور دارد که تشبث تمام کشورهای آسیای مرکزی را از بنبست کمونیکاسیونی بیرون می کشد. هم تاجیکستان هم کشورهای آسیای مرکزی ما برای بابر دستیابی نداریم، نه راه نداریم. برای همین هم عملی گشتن انهمی برنامه تشبث سی جینپینگ دایر به یک کمربند یک راه آید به احیای راه کهن ابریشم یا که راه ابریشم در سطح این راه یا که بنیادی کمونیکاسیون راههای آهن راههای ماشینگرد می تواند کشور ما را و منطقه را نیز با راههای بندرهای آبی پیوست نماید. چین یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاران تاجیکستان است. با کمک این کشور در ناحیه دنقره شرکت نساجی بنیاد شده است که سرچشمه مهمی ورود ارز خارجی به حساب می رود. همچنان چین در بنیاد راهها و تونل‌ها و مرکز گرمایدهی دوشنبه 2 سهم گذاشته است که کمبود گرمی در خانه‌های ساکنان پایتخت تاجیکستان را از بین برده است. گرایش اقتصادی بیرونی بیش از حد دوشنبه به سوی پکین اکثرا انتقادها را در دایره کارشناسان مستقل به بار می آورد که در طرح نو چین افزایش وابستگی مالی به این کشور را می بینند. سیاست شناس تاجیک پرویز مولاجانوف در صحبت با رادیو آزادی گفت طرح یک کمربند یک راه خاصیت ژئواستراتژی دارد و به دستیابی به ذخیره‌های ارزان و ایجاد زیرساخت‌های لوجستیکی برای کشاندن آنها به چین نگرانده شده است. امریکا و اکثر کشورهای اتحادیه اروپا این تشبث چین را تنقید کرده و می‌افزایند سیاست قرضدهی چین برای بنیاد انفراستراکچور منطقوی قرض را به دوش کشورهای در حال رشد بار می‌کند که قدرت پرداخت آن را ندارند.